سلام بچه‌ها، خوش اومدید به ویدیو جدید. من امروز یه ترفند بهتون یاد بدم. اینه ترفندش. بچه‌ها یک دونه از این فندک‌ها بگیرید که کلا 25000 تومان قیمتشه و باشه یه دونه شعله افکن درست کنید. نگاه کنید، شعله افکن نمیدونم اسمش چی بود. نگاه کنید این فندک‌ها رو بگیرید، اینو می‌بینید یه دونه این جلوشو ببین مثل این از اونایی که اینجوری سنگ چخماق دارن، جلوشون از ایناشونو بگیرین، اینو بکنید مثل این باشه. اینو شو کندین یه دونه از اینا میبینین شما این کوچولوها که این ور اون ور میشن، اینو از جاش کوچولو در میاری، بعد میذاری عقب یه جوری که اون نچرخه، میذاری عقب میاری جلو، میذاری عقب میاری جلو. حالا که این کار کردی کلی گاز بیشتر ازش میاد بیرون، یعنی که گاز به جای اینکه انقدر بیاد انقدر میاد. دیدی بچه‌ها چقدر خدایی خفنه؟ ببین تازه کمتر هم میشه. نگاه کنید اینو میدید عقب، حالا الان مثلا یه کم میشه، باز هم هست، ولی خب نگاه کنید اگه میخواین باز به حالت اولش برگردونید، اینو بدین جلو بیارین بالا، این سفیده های معلوم باشه، بیارین جلو بیارین عقب، بیارین جلو بیارین عقب، بیارین جلو بیارین عقب و الان عادی میده بیرون. و اینو که هی بیاری جلو هی بیاری عقب و بیاری جلو، دوباره بیاری جلو بیاری جلو بیاری جلو بیاری جلو بیاری جلو، نکنید حالا آوردم جلو دیگه. خیلی بچه ها خفن شد. بچه ها ویدیوهای منو لایک کنین که آموزش هایی